از دور به خودم نگاه کردم و چقدر به خودم حق دادم که خسته و بی‌طاقت و غمگین باشم. من چه خوب تا به امروز ادامه داده بودم و چه خوب تا اینجای مسیر را دوام آورده بودم و چه خوب حفظ ظاهر کرده بودم مقابل آدم‌ها و حالا حق داشتم، حتی اگر تمام مسیر را باز می‌گشتم با این امید که فقط به شانه‌های کسی تکیه کنم و حس کنم که دیگر هیچ چیز جهان و آدم‌ها به من مربوط نیست. من خسته بودم از این که همیشه خودم حواسم به همه چیز بود و همیشه خودم باید خودم را نجات میدادم. گاهی دلت میخواهد کسی از راه برسد و خستگی و تلاش‌های فراتر از تحمل تو را درک کند و تو را نجات بدهد. کسی که نگوید روی پای خودت بایست، نگوید تحت هر شرایطی ادامه بده، بگوید من حواسم به همه چیز هست، تو خسته ای، نگران هیچ چیز نباش و آرام بخواب.